خواهر عزیزم، بشنو از من قصه عبرتناک از شرم و حیای ملکه عفت، مادر مؤمنان، زوجه پاک و محبوبه رسول الله سیده عایشه رضی الله عنها. وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کردند، در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجره مادرم عایشه رضی الله عنها دفن شدند. مادرم عایشه رضی الله عنها وقت به زیارت قبر شوهر و پدرش که داخل حجرهش بودند می درآمد، حجاب نمی کرد. پس وقتی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شدند و در کنار دو یار خود در همین حجره مادرم عایشه رضی الله عنها دفن شدند، کاملا خود را با لباسهایش می پیچاند و حجاب می کرد. بعد از آن به حجره برای زیارت قبر شوهر و پدرش می در آمدند. وقتی از او پرسیدند که چرا قبلا وقتی برای زیارت قبر پدر و شوهرتان داخل حجره می شدید حجاب نمی کردید و حالا حجاب می کنید، شما که در داخل حجره خودتان قرار دارید؟ در جواب فرمودند وقتی به حجره هم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن بود، یعنی قبرش در آن بود، چادرم را می گذاشتم، می گفتم اینها پدر و شوهرم هستند. پس وقتی که عمر همراه آنها دفن شد، قسم به خدا که نمی در آمدم مگر این که چادرم را به خود می پیچاندم و حجاب می کردم، از جهت شرم و حیا از عمر که او برای من مردی بیگانه است. سبحان الله. این روایت در مجمع الزوائد با سند صحیح روایت شده است. خواهر عزیزم، تو بینگر که این ملکه عفت از حضرت عمر رضی الله عنه که برای حضرت عایشه رضی الله عنها یک مردی بیگانه بود و باز در درون قبر بود، شرم می داشت و حیا می کرد و به حجاب داخل حجره اش که در آن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بودند نمی در آمدند. پس شما چگونه در بازار و کوچه ها در پیش چشم هزاران مرد بیگانه با لباس های تنگ و نیم برهنه سیر و تفریح می کنید؟ شرم و حیای شما کجا شد؟ خواهر عزیزم، به خاطر این دنیای دو روزه آخرت جاودان را از دست نده.